سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، هر جا که هستین. خوش اومدین به یه آموزش دیگه از کارنتیم، جایی که قرار با هم یاد بگیریم چطور یه همچین افکت رنگی جذابی رو داخل الایت موشن روی متنمون یا روی تکستمون اعمال بکنیم. اگر براتون سوال پیش میاد که خب کاربردش چیه و کجا میتونم ازش استفاده کنم و چه جوری میتونم ازش پول در بیارم، باید بگم که واقعا کاربرد خاصی نداره. یعنی اگر به این هدف این آموزش تماشا میکنین که بتونین کارتون رو راه بندازین، یه کاوری طراحی بکنین یا ازش یه درآمدی داشته باشین مثل پروژه‌ای که داخل دوره آموزش دادم، نه به این صورت نیست. اما تکنیکیه که میتونه شما رو با قابلیت‌های خیلی جذابتری از الایت موشن روبرو بکنه. برای خود من که خیلی تازگی داشت و مطمئنم برای شما هم همینطوره. قبل از هر چیزی باید وارد الایت موشن بشین. محیط الایت موشن هم که اگر آشنایی ندارین یه همچین چیزیه، فقط کافیه که از نوار پایین روی به اضافه ضربه بزنین. اینجا میتونین اسم سندتون رو مشخص بکنین. حالا من می‌نویسم حرکت رنگ ها افکت می‌خوایم بسازیم دیگه و سایز 9x16 رو با همین تنظیمات کریت پراجکت رو میزنیم. حالا کافیه که از بخش به اضافه وارد بخش شیپ ها بشین، یه مربع بکشین. میخوایم اینو تمام صفحه بکنیم. میتونین دستی این کار رو انجام بدین یا میتونین از این سه نقطه بالا گزینه استوریج تو کامپوزیشن اریا رو بزنین که تمام صفحه بشه. از بخش کالر اند فیل یه رنگ سرمه‌ای تیره میخوام بهش بدم که میتونم این گزینه رو بزنم، این اهرم رو جابجا کنم به سمت رنگ‌های آبی و یه رنگ سرمه‌ای بهش بدم. ببین یه همچین چیزی، یکم هم تیره تر، یه همچین حالتی به نظرم اوکیه. و حالا کافیه که از بخش به اضافه بیایم با ابزار وکتور دراینگ کار بکنیم. ابزار وکتور دراینگ خیلی ابزار جذابی از نظر هنرجوهای من نیست، خیلی سخته خانم مرادی و ما نمیتونیم باش کار بکنیم، ولی خیلی کار را بندازه و برای شما هم قطعا همینطور خواهد بود. بچه‌ها این ابزار وکتور دراینگ به شما چند تا نقاط برای اتصال میده. اصطلاحا ما بهش میگیم ناد، یعنی گره هایی که شما میتونید رو به هم متصل بکنید و یه خطوطی رو توی تصویر رسم بکنی. برای مثال ببین از این صفحه کنترل پنلش من اینجا این نقطه رو جابجا میکنم، یه بار ضربه میزنم، یه گره ایجاد میکنم، میام بالاتر دوباره یه ضربه میزنم، یه گره دیگه و همونطور که میبینی گره اول به گره دوم متصل شد. دوباره هر مدلی که خودت دوست داری یه گره دیگه و در نهایت یه همچین چیزی. چند تا گره شد؟ 1 2 3 4 تا. حالا من میخوام این فضایی که تو پر شده، این دوتا مثلثی که میبینین از بین بره. برای این کار باید وارد بخش کالر اند فیل بشم، رنگش رو خاموش کنم. میبینی که رنگش رفت. اگر که رنگ داشت به همچین حالت توپاری در می اومد. من رنگش رو خاموش کردم، گذاشتم رو حالت نان و حالا میخوام یک استروک بهش بدم. میام از بخش بوردر اند شادو این تیک استروک رو میبینید اینجا نوشته استروک، تیکش رو روشن میکنم و ضخامتش رو زیاد میکنم، یه همچین حالتی. حالا میتونید رنگش رو سفید بکنید. همونطور که میبینید اینجاها خیلی نرم و نازک نیست و کارمون رو خیلی جذاب نمیکنه. ولی درست کردن این قسمت ها ما باید بیایم وارد دوباره همین لایه بشیم، روش ضربه بزنیم، از بخش ادیت پوینتس بیایم اون نقاط رو گردش بکنیم. برای این کار ببین من از این قسمت میتونم حرکت کنم برگردم به اون گره هایی که رسم کرده بودم، یا میتونم اینجا روش ضربه بزنم، اون گره سلکت میشه، انتخاب میشه. برای اینکه گردش بکنم کافیه که از این نوار این گزینه رو بزنم، میبینی که گرد شد. و حالا میتونم ببین اینجا 2 تا دسته، 2 تا اهرم به شما میده که میتونین حالتش رو به این صورت تغییر بدین و همش هم توی این پنلتون انجام میشه. من اینا رو یکم دیگه به هم نزدیک میکنم، 2 تا اهرمو که یه گردی نرم داشته باشه. حالا میام روی گره بعدی، میتونم روش ضربه بزنم و یا میتونم از اینجا حرکت کنم. جفتش هم یه خروجی رو به شما میده. دوباره این گزینه رو میزنم، دوباره گرد شد، دوباره اینجا روی اهرمش ببین روی این مربع نگاه کن، روی این اهرم ضربه میزنم، اهرم رو به هم نزدیک میکنم، یه ذره کم حساسه، یه همچین چیزی من میخوام. به نظرم استروکش ضخامتش میتونه بیشتر باشه، یکم اینو بیشترش میکنم و این از این. ما شیپمون رو رسم کردیم، حالا باید بریم اون رنگا و حرکت رنگا رو درش ایجاد بکنیم. برای ایجاد رنگ ها ما باید بیایم وارد بخش به اضافه بشیم، دوباره از بخش شیپ ها یه مستطیل تمام صفحه بکشیم، رنگش رو مشکی بکنیم. خوب گوش بدین اینجا رو، ممکنه جابجا انجام بدین، خروجی اونجوری که میخواین نشه. یه مستطیل مشکی میکشیم، دوباره از بخش به اضافه، بهتره که حد مربع هم کافیه، حالا من خیلی بزرگ رسمش کردم موردی نداره.
از بخش به اضافه دوباره یه مستطیل دیگه میکشم، اینو میذارم وسط. رنگش مهم نیست چی باشه، مثلا من میذارم زرد، نارنجی، فرقی نداره، ولی ترجیحاً رنگش ببین پررنگ ترین باشه. این گوشه رو اگه انتخاب کنی همه رنگا توی پررنگ ترین و بالاترین غلظتشه. خب حالا مثلا همین رنگا رو میذاریم، هیچ فرقی نداره. نارنجی پرتقالی میخوام بذارم. حالا میام ازش دوپلیکیت میگیرم و این لایه رو میکشم میارم میذارم اینجا و رنگش رو تغییر میدم. رنگش بشه مثلا سبز. این هم رنگ جیغه، نگاه کن، غلظتش بیشترینه. حالا بذاریم اینجا که بیشتر از همه هم باشه. و تنها تفاوتش این هستش که از بخش ادیت شیپ یه مقدار ایکسش رو افزایش بدین که اینا همپوشانی داشته باشن، یعنی لایه نارنجی با لایه سبز باید یکم همپوشانی داشته باشه که کارتون تمیزتر پیش بیاد. لایه‌ش رو از این بالا جابجا کردم، نگاه کن بالا بود آوردم پایین، زیرش قرار دادم. دوباره از لایه نارنجی دوپلیکیت میگیرم و اینو میارم میذارمش تقریبا همینجا و رنگشو هم یه رنگ دیگه انتخاب میکنم. بنفش خوبه فکر کنم. و اینم همینطور باید همپوشانی داشته باشه. تا یه حدی این کار رو انجام میدم. لایه‌شو میارم زیر نارنجی قرار میدم. دوباره از بخش به اضافه یه مستطیل تمام صفحه میکشم و مسکش میکنم. چجوری؟ از بخش بلندینگ اند اوپاسیتی میام انتهای لیست گزینه مسک رو انتخاب میکنم و این گزینه رو میزنم. چی کار میکنه؟ این قابلیت بلندینگ گزینه مسک این کارو میکنه که دقیقاً به اندازه همون شیپی که رسم کردین لایه ها رو انگار میچسبونه به هم دیگه، تبدیل به یه لایه میکنه. انگار که چجوری بهتون میگم، این قطره چکون و رنگا رو به خودش میگیره، یه همچین حالتی. ببین مثلا مثال کوچیک‌ترش تو ابعاد کوچیک‌ترش میشه این لایه رو نگاه کن. از بخش بلندینگ اند اوپاسیتی میام مسکش رو میزنم. گزینه مسک رو که انتخاب کنیم همه چی رو پاک میکنه، فقط اون تیکه هایی که توی اون ابعاد اون شیپ بود و نگه میداره دقیقاً به همون ترتیب. خب دقیقاً کاری که با اون لایه قبلی کردیم همین بود. حالا میایم چی کار میکنیم؟ میایم دونه دونه این لایه های سبز و بنفش و نارنجی رو انتخاب میکنیم. از بخش افکت اد افکت رو میزنیم، وارد بخش بلر میشیم. اینجا گاشین بلر رو انتخاب میکنیم و استاندارد ستینگ رو میزنیم. اینجا شدتش رو تا انتها میکشیم که 2 هستش. شدت رو که تا انتها کشیدیم اینو افکتش رو ترجیحاً کپی کنین. بیاین لایه بعدی رو انتخاب کنین. میتونین از اینجا 3 نقطه رو بزنین پیست افکت بزنین، یا میتونین دوباره مثلا برین اد افکت، بلر، گاشن بلر و استاندارد ستینگ و اینو تا انتها بکشین. خب و برای لایه نارنجی رنگم دقیقاً همینطور. حالا که این رنگا در هم تنیده شدن، ما میایم این لایه هایی که درست کرده بودیم 1 2 3 4 و 5 با هم انتخاب میکنیم، یه گروپ ساده میکنیم. از بالا این گزینه رو میزنم، اینا تبدیل به یک گروپ میشن. حالا این لایه رو انتخاب میکنیم، یعنی اون گروپی که شامل تمام این لایه های رنگی میشد. از بخش افکت اد افکت رو میزنیم، وارد بخش کالر اند لایت میشیم. اینجا یه گزینه هست تحت عنوان اسپکترال مپ، طیف رنگی. استاندارد ستینگ رو میزنیم و یه همچین چیز خوشگلی داریم. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ بعد از کیفریم استفاده بکنیم. کیفریم چیکار میکنه؟ میاد بین 2 تا بازه مشخص می‌کنید شما 2 تا کیفریم میدی. کیفریم این گزینه است، این لوزی است و میگه که میخوای بین این کیفریم و این کیفریم چه تغییراتی اعمال بشه. من دارم یک بازه مشخص میکنم برای تغییراتم. میگم نقطه اول اینجا باش، نقطه دوم، نقطه پایانی اینجا باش. و کیفریم دقیقاً کارش همین هستش. من میام یک کیفریم اینجا میدم با همین فیز 0 و میام تو ثانیه 2 یا 3، حالا اون بستگی به تایم ویدیو خودتون داره، فیز رو افزایش میدم. ببین میارم میبرم یه دور بچرخه، آبی هم بیاد تقریبا تا همینجا. نباید سرعتش اونقدر زیاد باشه. ببین خیلی خوشگله. اگر که واسه شما به این شکل در نمیاد باید بیان این پایین و تنظیماتش رو چک بکنین. ببین باید با همین تنظیمات باشه. ممکن تنظیمات دیفالت الایت موشن شما به این شکل نباشه. ای اعدادش رو خودتون میتونین اینجا ببینید. حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ اینه که این لایه رو انتخاب کنیم و لایه‌اش بالای این شیپی باشه که اینجا رسم کرده بودیم. روی لایه ضربه میزنم، از بخش 3 نقطه بالا گزینه
create clipping mask رو انتخاب میکنم و میبینم که این شیپ هم دقیقاً رفته داخل این وکتور دراینگ که رسم کرده بودم اعمال شده. حالا من میخوام یه حالت سه‌بعدی بهش بدم. برای این کار من باید همین لایه رنگی رو، همین شیپی که با وکتور دراینگ رسم کرده بودم رو انتخاب کنم. ببین دستمو چند ثانیه گذاشتم این دوتا لایه انتخاب شد. یه بار دیگه انجام بدم. ببین دستمو نگه میدارم، پایینی رو هم نگه میدارم، از بالا این گزینه رو میزنم، این تبدیل به یک گروپ میشه. دوتاشون هم میافتن توی یه دونه گروپ. از بخش افکت اد افکت رو بزنین، وارد بخش دراینگ اند اج بشین. یه گزینه هست تحت عنوان اسموث بباد. اینو اگه انتخاب کنین یه حالت سه‌بعدی پفکی بامزه به شیپتون میده. اگه استاندارد ستینگ رو بزنی بله. حالا اینجا یه مقدار باید این اطلاعات پایینش رو، گزینه هاشو دستکاری بکنین تا به اون خروجی مطلوبمون برسیم. مثلا ردیوس اگه بخوایم مشخص بکنیم نشون میده که این بازتابی که روی این شیپ ما ایجاد شده چقدر فاصله داشته باشه از لبه ها، که من همیشه میذارم برای این کار گذاشتم رو 50 خوب بودن و باید نگاه کنیم خیلی ربط داره به اون شیپی که رسم کردیم. ممکن شما یه مدل دیگه شیپ رسم کرده باشین. در هر صورت فکر میکنم 50 گزینه ایدئالی باشه. گزینه بعد دیفیوز انگل هستش که چیکار میکنه؟ میگه بیا به من بگو که اون نوری که به این شیپ داره میتابه چه شکلی باشه، زاویه‌اش از کجا باشه. نگاه کن من اینو حرکت میدم، شما میبینید این لبه ها داره سفید میشه و اون نور شکل میگیره که اینم باز به نظرم سلیقه‌ایه. نگاه کنید کجا خروجی قشنگتری به شما میده. گزینه بعدی اسپیکولار انگل هستش که میاد میگه ببین نگاه کن این خطوط پررنگ و این همون بازتاب آینه ایشه. نگاه کن که میگه زاویهش به چه شکل باشه که شما خودتون با تغییر زاویه میتونید نشون بدین که مثلا چقدر از این شیپتون درگیر این بازتاب آینه‌ای بشین. یعنی خیلی پررنگه، میبینی سفید شده که من دوست دارم خیلی درگیر بشه، خیلی پررنگ تر دیده بشه. یه همچین چیزی به نظرم خوبه. ببینم اینم میتونم تغییر بدم. یه همچین چیزی به نظر خودم قشنگه. باز خودتون دستکاری کنین قشنگتر میشه. گزینه بعدی شدتشه، یعنی این دوتا گزینه که میبینیم دیفیوز اینتنسیتی و اسپیکولار اینتنسیتی برای تنظیم شدتشه که این برای اینه که شدت اون نوری که تابیده چقدر باشه که اونم بستگی به خودتون داره. من گذاشتم روی 16 و گزینه بعدی هم برای همون بازتاب آینه‌ای است که میگه شدتش چقدر باشه که اونم همون حالت قبلیش خوب بود. گزینه که خیلی مهمه این گزینه آخر هستش که اسپیکولار کوافیشنت که اگر درست تلفظ کنه کوافیشنت درست. ببین اگر که روی 0 روی 1 باشه خیلی نرم و پفکیه، هیچ نور، یعنی خیلی انگار غلظت نور بالاست، ولی هر چقدر کمتر میشه غلظت نور هم کمتر میشه. یه چیز نرمال بذاریم به نظرم قشنگه. یه همچین حالتی خیلی پفکی و نرمش میکنه. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام این شیپی که با وکتور دراینگ رسم کردم، یعنی همین هلالیه رو از نقطه 0 به 100 برسونم. یعنی همون اول شما همچین تصویر نبینین، ذره ذره پر بشه این تصویر و در انتها خروجی کار رو ببینید. باید وارد این گروپه بشم، روش ضربه میزنم، ادیت گروپ رو میزنم و وارد روی لایه‌ای که رسم کرده بودم، این شیپه، روی لایه‌اش میشم و از بخش افکت اد افکت رو میزنم. ما اینجا یه افکتی داریم توی بخش دراینگ اند اج تحت عنوان دراینگ پروگرس. این دقیقاً ببین از شکلش هم پیداست. از نقطه 0 اینو انگار داری دست نویس مینویسی، همچین کاری میکنه. اگر استاندارد ستینگ رو بزنیم اینجا به ما یه نقطه استارت میده و یه نقطه اند میده که اگه دقت کنین اند رو 100، یعنی شما 100% این کار رو دارین میبینید. من میام تو نقطه 0 قرار میگیرم، یک فریم اینجا میدم و میام تو نقطه 3 یعنی ثانیه سوم، همون جایی که واسه رنگا هم کی فریم دادیم قرار میگیرم. میگم توی ثانیه 3 اندت رو 100 باشه، یعنی تمام تصویر رو من ببینم، اما توی ثانیه 0 اند روی 0 باشه. ببین اینجوری یک بازه تعریف کردم، گفتم تو نقطه اول به این شکل باش، تو نقطه دوم به این شکل باش، که اگه بخوای حرکتش نرمتر باشه این حرکتشه. ببین یک نواخته. برای اینکه بخوای نرمترش بکنین از اونجایی که بازم خیلی طولانیه میتونین روی این گزینه بزنین و این گراف رو بهش بدین. این گراف در ابتدا سرعتش کنده، وسط سریع میشه و در انتها هم کند میشه. یه گزینه عالی برای بازه های طولانیه. برمیگردم عقب، بکو میزنم و همونطور که میبینین این شیپ من این شکلی درست میشه. حالا برای اینکه از خودش نور بتابونه روی اون متنمون، برای مثال بذار یه متنم بنویسم که نمونهش رو ببینین. مثلا یه متن بنویسم کارن، رنگش رو سفید میکنم
سایزش رو بزرگ میکنم و اینجا فونت پیدا هم بهش میدم. بذار سایزش رو خیلی بزرگ کنم که بیشتر دیده بشه. پیدا وزن بلک. اینو بیشتر بزرگ کنم که یکم درگیر بکنه متنو، یه همچین چیز. اینو میارم میذارم اینجا. البته باید از ابتدای لایه میومد، اینو موردی نداره، برمیگردونیم اینجا. لایش باید بره پشت این شیپ من قرار بگیره و برای اینکه نور روی این متنم بتابه باید بیام این لایه رو انتخاب بکنم، دوپلیکیت بزنم، بیام روی لایه بالایی که نه پایینی رو انتخاب کنم و از بخش افکت این اسموس بولش رو پاک کنم. حالا شما بیاین افکت رو دوباره بزنین، اد افکت رو بزنین، روی گزینه بلر ضربه بزنین، اشتباه زدم، روی گزینه بلر ضربه بزنین، گاشن بلر رو انتخاب کنین، استاندارد ستینگ. اینجا میتونی شدتش رو زیاد بکنی و از بخش موو اند ترانسفورم رو یه ذره بیاری بالاتر. خب همونطور که میبینی این رنگه اینجا اعمال میشه، اما رنگش خیلی تو چشم میزنه. حتما هم بچه‌ها میگم لایه‌اش باید لایه پایینی باشه نه لایه بالایی. از بخش بلندینگ اند اپاسیتی وارد بخش دارکن بشین، مولتیپلای یا حالتهای مختلف رو امتحان کن. یعنی برای من مولتیپلای خیلی گزینه بهتریه. نگاه کن رنگ قشنگ مچ میشه با تصویر و کارمو خیلی قشنگ‌تر میکنه. اینم از خروجی کار. همونطور که میبینی کاربرد خاصی نداره، یعنی من نمیتونم بگم شما از این کاور میتونی به درآمد برسی، مثل پروژه های داخل دوره نیستش. اما همین آموزش، مینی آموزش، کلی تکنیک جدید از الایت موشن به شما یاد میده که یه جایی قطعا به دردتون میخوره و یاد میگین که آها برای این قسمت میتونم از این گزینه استفاده بکنم، که به نظر من خیلی میتونه کمکتون بکنه. ان شاءالله که شما هم خوشتون اومده باشه، موفق باشین.